درود بینندگان عزیز، دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری‌های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت‌شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه‌های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟ همه ساله در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری‌های زکام یا بیماری‌های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری‌های شدید راه‌های نفس دچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری‌ها زیاد است. از سبب آنی که این بیماری‌ها بیماری ویروسی میباشند و آنها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه‌های گزارش آنها اساساً راه‌های با راه نفس هواگیر قطرگی میباشد. بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟ یکی از سبب‌های وزنین گذراندن بیماری‌های زکام یا بیماری‌های سرایت شدید ویروسی راه‌های نفس این پست شدن سطح مسئولیت است. از سبب‌های پست شدن سطح مسئولیت این سبب‌های گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز می‌تواند سطح مسئولیت آدمان را پست کنند. این حال بیشتر با آرزه‌های زکام، این التهاب راه‌های نفس، التهاب شش‌ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلانسال مراجعت میکنند که آنها بعد از 2-3 روز بیماری با آرزه‌ها به بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب‌های زیاد دچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن آرزه‌ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای ناسالم، حیاتی ناسالم و اینچنین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده ایستادند و مسئولیت به هر یک ویروس دور و دراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر 2-3 مرتبه به زکام گرفتار شود. خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟ برای پیشگیری کردن بیماری‌های زکام، بیماری‌های سرایت شدید ویروس راه‌های نفس این پوشیدن نقاب‌های یک کرته، رعایت کردن رژه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل‌های هستند که میتوانند ارگانیسم را آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری‌های سرایت شدید ویروس راه‌های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جاهایی که بیماری‌های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه‌های گزارش چیزی که ما میگیم هواگیر قطرگی است، کنتاکت یا تماس را کم کنند با بیماری‌های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردن شخصانی گرفتاری بیماری‌های زکام که با شکایت‌های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بیمه‌داری باید آنها پیش از همه یکم به طبیب عائلوی مراجعت کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الهیده طبابت خود را گیرد و وای هم از سبب آنی که اون شخص خود منبع سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد. هر یک شخصی که در آنها علامت‌های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بیمه‌داری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد موشک‌ها، اینچنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان عائلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعت نمایند و با خود طبابت کنی
даст назананд. Инчунин онҳо бояд кӯшиш кунанд ки ба худалоҳидагардонӣ, яъне самоизоляция кунанд ва аз рафтан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ, бозору масҷид ба меҳмонӣ худдорӣ намоянд ва худдорӣ намоянд, чунки мо гуфтем беморӣ бо роҳи ҳавоги қатрагӣ паҳн мешавад, дигар шахсон низ аз онҳо сироят наёбанд. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки ҳамсоҳбати мо буданд Сайёра Ёрова, пизишки сироятшиноси беморхонаи сироятии шаҳри Душанбе. худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед.